وای کله چې ما کتاب مراجع وای صحیح وای، کله چې وای ما امام وای هغه صحیح وای، خو قرآن سی وای قرآن صحیح نه وای. الله سی کومه خبره کې الله صحیح خبره نه کوي. استغفر درې مهرباني. تاسو څه پوښتنه لرئ؟ حیدری. سلام عرض ادب آقای محترم، یک چند سوال داشتم، میشه اگه با هم اگه میشه کمی رویش روشنایی بندازیم؟ کی هستی؟ من اسم خودم معرفی کنم یا مذهب خودم؟ عقیده خودت معرفی کنی. عقیده خب معلوم است که بنده خدا هستم، امت محمد مصطفی هستم، 12 امام هستی؟ خدا هستم. 12 امام هستی؟ بله صاحب. بگو که شیعه هستم. بله شیعه هستم، من نگفتم که نیستم. سعی کنید در کتاب شما میآید که از ضروریات مذهبی شیعه ای هست که باید عقیده داشته باشه که قرآن تحریف شده کتاب هست. بله. آلی شما امی قرآن عقیده داری که این قرآن تحریف شدگی هست؟ تغییر شدگی هست؟ نه تا هنوز ما نشنیدیم که مثلا این قرآن چی شده باشه، ویرایش یا دستکاری شده باشه. اما چند علما نشانه بیتم، همه علما از کلینی شروع تا مجلسی، اول محدث شما کلینی هست، کافی کتاب که شما دارینی برادر؟ بله. تا اخیر که مجلسی محدث شما هست، همه علمای شما میگه که این قرآن در مابین مسلمان ها هست، این قرآن اصلی نیست، قرآن اصلی پیش مهدی 12 مهدی علیه السلام هست. خب این تو هست که به نظر من منظورش از است که می قرآن که شما هم شاید موافق باشه، اکثریت مردم هم شاید موافق باشه که چند کلمهش مثلا خب گم شده، یعنی از بین رفته. خب بله. منظورش شاید همزی باشه. برادر عزیز خداوند متعال می فرمایه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند متعال در قرآن می فرمایه که حفاظت قرآن من میکنم. لا بل در جای دیگه می فرمایه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. هیچ یک لفظ از قرآن گم نمیشه. قرآن خداوند متعال می فرمایه که حفاظت قرآن من میکنم و از هیچ طرف نقصان و تغییر نمیآید. آلی قول علمای شما ما باور بکنیم یا قول خداوند متعال که در قرآن هست؟ به شک به قول الله پروردگار یا رب العالمین باید آدم باور داشته باشه. علمای شما که میگه که این قرآن تغییر شدگی هست، تحریف شدگی هست، دروغ میگه؟ نه اینا نگاه کنید، ما چی کنیم باز بعدا نایسای مرحله به مرحله. شما گفتین که الله متعال گفته که مثلا قرآن نزد ما هست، یعنی از وقتی که پیش ما باشه گم نمیشه، یعنی ناقص نمیشه. درسته سمیره شما گفتین؟ نه این پیش من نی. خداوند متعال میفرماید که قرآن ما نازل کردم، در دنیا نازل کردم و در دنیا حفاظتش میکنم. دقیقاً اما منظور من بود که خداوند نازل کرده، یعنی کم و پیش نمیشه. درسته؟ اما خب سوال اینجاست، خب عقل اینجا حکم میکنه که در زمان درست است خداوند یک بار نازل کرده، نه اینکه هر روز یا هر صبح یا هر شب رو نازل کنه در پیش هر کس. و همون زمان یعنی پیغمبر ما یا پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم که زنده بود، از طریق او به او وحی شد که از طریق او این کتاب نازل شد و پره شد. اما بعد از وفات ایشان دیگه کسی نبود. فرض مثال امی قرآن که یک بار نازل شد با دست خودش یا مثلا صحابه نوشته که شد، بعد از این دیگه خوب نازل نمیشد. وقتی که اینا که درست نگهداری نتونست، خوب خداوند مقصر فکر نکنیم باشه. ما آلی گپ در وقت در نزول و در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما گپ نمیزنم. آلی امی قرآن این قرآن اصلی هست یا قرآن تحریف شدگی هست؟ این جوابی ما بیتی. برای ما فعلا بعد چی قرآن تکمیل شده است، ما به اون کار نداریم که یک چند حروفش گم شده یا همه برادری عزیز، همه علمای شما میگه که این قرآن قرآنی اصلی نیست. این قرآن
تحریف شدگی، تغییر شدگی. برای علمای بزرگ که مرجع دینی هست، برای هزاران نفر هوادار یا مثلا چی هست، یک مرجع هست، برای اینا مهم است. اما من که مثلا اونا رو به عنوان مرجع که مثلا قبول دارم که اونا فتوا میده درباره اسلام، من خب یعنی امو گپای امیر علما و مراجع شما قبول داری که قرآن تحریف شدگی هست؟ اونا که وقت میگن اونا زبان خود، یعنی به خاطر این میگه که چی هست زیر سوال نرو، چون یک از مرجعش مثل من یا یک توی دیگه که برو پرسان کنه خب قرآن ناقص شد یا نه، در صورتی که خب روایت زیاد آمده که چند چی مثلا بعضی از حروفای خب قرآن گم شده یا مثلا پاره شده یا بعضیا میگه بوس خورده، نمیگم چه رقم است. دوستان من درست خب از زبان مردم من چی میکنم، نقل مکان میگم، نه که شکم خود من بگیم. خب اونا میگه که ناقص است. خب اونا به عنوان یک مرجع کلان یا عالم است، اونا یعنی درست میفرمایید، یعنی درست میفرمایید به عنوان یک برادر. یعنی شما این گفت میگی که امی علما و مراجع ما میگه درست میفرمایه که مراجع ما هست که این قرآن تغییر شدگی هست، تحریف شدگی هست. نی تغییر نکرده، اما فقط من گفتم گم شده. من فقط از چی معنی گم شده که تغییر و گم شده؟ خب امی علی امو گپی علمای خودت قبول داری که قرآن گم شدگی هست؟ بله، چون من نه اینکه از زبان شما قبول کنم. خداوند متعال میفرمایه که حفاظت قرآن من میکنم، یعنی قرآن عظیمشان دروغ میگه العیاذ بالله، تو میگی که گم شدگی هست. خداوند متعال میفرمایه که حفاظت قرآن من میکنم، چی رقم گم شدگی هست؟ خب از زمانی که مثلا همه قرآن نزد صحابه که بود که از پیشان به گفته مردم یا چی بوس خورده، اینجی زمان دیگه خداوند مسئولیت نداره. یک بار او برادر ای کاش که همو گپی در کتب شما بود که بوس خورد. بوس علی یک بوس میای پیش ما همه قرآن میخوره، این عقل قبول میکنه که پیش همه مسلمان ها و در سینه های مسلمان ها بوس خورد؟ شما چه رقم عقل داری او برادر؟ او برادر، او انسانی عزیز، او انسانی عاقل. مثلا آلی اینجا در خانه ما بوز آمد قرآن خورد، آیا ما میتونیم به همه مسلمانان که او برادر قرآن ناقص شد چرا پیش من قرآن بوز خورد؟ در سینه های مسلمان ها، در سینه های صحابه کرام، در سینه های اهل بیت، در سینه های خلفای راشدین چی بود؟ قرآن بود. در سینه های صحابه بوز خورد. اول خو این روایت دروغین هست، لیکن آلی کتاب شما میگه که این قرآن 30 جز هست، 2 جز یعنی 2 کامل جز پیش مهدی علیه السلام هست. این جز 30 هست، یعنی 3 قسم 2 قسم پیش مهدی هست. این چیزا خرافات هست. ما به عنوان یک خرافات هست. بله، این چیزایی که میگه که قرآن امام صادق علیه السلام میفرمایه، امام صادق علیه السلام خرافات میگه؟ نه این اگر زبان اونا اگر نقل شده باشه او را کسی انکار نمیتونه، چون اونا هم یک ای جای هست. یعنی اگر در روایت ثابت شدگی هست که دو حصه قرآن پیش مهدی هست، یک حصه پیش مسلمان ها هست، این گپش درست هست از امام صادق علیه السلام؟ بله، این گپش من تایید میکنم. چون خلاص یعنی خداوند متعال دروغ میگه در قرآن عظیم شان العیاذ بالله. امام صادق علیه السلام درست میفرمایه، خداوند متعال در قرآن دروغ میفرمایه. برو بخیر. بله، ما یک چیز خپل جمله اقرار. الله اکبر. خبره باندې تاسو کده چې دا ډیر خلق الله دې رحم کده چې فارسی زده کړی نه دري زده کړی خپل جمله اقرار وکړه. استغفر الله. الله سي کومه خبره کوي، الله صحیح خبره نه کوي.